салом алейкум бародар Суҳроб. Савол чунин аст. Мисоли Оятулло Гилаев. Ман шак надорам ки мисол мо пирӯз намешавем. Мо пирӯз мешавем. ҳукми ҳамин одамо чия баъди ҳамин? خب فهمیدم. آیت‌الله گیلیایف ما وقتی که نوسیبیرس رفته بودیم همون نفر ما را پیشواز گرفته بود. خب خدمت همین بود که ما را با ماشین خب میبرد جاهای لازمی. اما هیچ وقت اعضای گروه 24 نفر نبود. هیچ وقت. من این را جواب میدم. هیچ وقت اعضای گروه 24 نبود. خب نفرهایی که زندانی میشدن از همون هر کشورها اینها را رسانه ها اصولی گروه 24 گفته برای مردم خب دیگر شناس کردن که برای خب هم طرفدار بودن اما همچون اوست. و ما چی گفتنی هستم در مبارزه امروزه ما از سال 2014 وقتی که مردم قیام کرد و چون حرکت ها را گرفتن گیلیایف یکم نفری هست که در نزد حکومت به زانو زدگی بخشش پرسیدگی است. در نزد حکومت هم نه، در نزد یک دیاسپور، یک نفری که در همون وقتی در نوسیبیرس ما صحبت میکردیم اومد داخل شد گفت اینا را گوش نکنید، اینا نمیدونم خوجای خارجی دارن چی دارن، گفت که مردم شتکش کرده از ال بیرونش کردن. پس این رفت در نزد همون با چهارزانو زد و عذر پرسید. خب و امروز در تاجیکستان قرار داره دیگر صحبتایی که امروز میکنه اون به اختیار خودش است یا مجبوری است. خب دیگر گوناگون است انجام معلومات ها. ما نفرهای داخل به در سختگیری نمیکنیم. اینجا حرکت سیاسی گروه 24 اعضاهای داره که خودش بیرونشون میکنه یا بعضی نفرایی هستن که خودشون میخوان بیرون بشون یا طرفدارایی هستن که یک وقت نزدیک بودن یک وقت برعکس ضد گروه 24 برآمد کردن. اینها در یک کتاب الهیانه نام نویسن. در کتاب سیاه نه، اون کتاب سیاه جای بدبختا است، جایی که مردم از زیاد ظلم کردن، تجاوز خورا. باز ما یک کتاب دیگر داریم که نفرها به چه خاطر یک زمان به ما نزدیک شده بودن باز یک وقت ضد ما. البته اینا را یک کمیسیون امرشون باید کار ببرن. ما اینجا نمیتونیم که حکم ببریم که اینا حتما باید جزا بگیرن. نه، شاید جای ضعف اونا را پیدا کردن و دیگر امروز استفاده میبرن. نباید برای اونا هم زیاده روی کرد. نباید. سوال دیگر برادر الماس، اینجا نفرها خیلی در استودیو زیادن، همه حتی نوشتگان ناموشونه که یک سوال به راهبر گروه ناموشونه در جمع خیلی نوشتگان. شما که یک چهره آشکار و چندین بار در اینجا برنامه صحبت کردگی هستین، از این لحاظ شما فقط منتظر باشین. یک چیز میخوام از برادر شما بفهمم که نسبت برادر من همون برادر من افیتسای دارم بعد پیروی 24 یا که نه یا که رنگ مورد خیلی دوباره اومد و گفتن زیادش کردم. برادر شما یکی از برادران ما فهمیدم. برادر شما از یکی از نفرهایی است که به مثل دیگران فریب خوردگی است. برادر شما را بچه یاش بود اشتباه کرد، با مقامات صحبت کرد، برادرتان آمدن همراهش صحبت کردن، برآوردنش که ضد گروه 24 از تلویزیون روسیه حرف بزنه. برادرت حرف زد و فکر کرد که تاجیکستان میروه خب شاید یک چیز خوبی میشود. و ببینید ما 2 ماه میخواستیم همراه برادرت صحبت کنیم. برادرت اشتباه ها کرده بود، در این راه خدمت های خوبم کردگی است، اما اشتباه کرد. وقتی که فهمید که ما اشتباهش پیدا کردیم 2 ماه شورای حرکت سیاسی گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان در یک جایگی جلسه کردن، خواستن که به همون صحبت کنن. 2 ماه رد کرد و فرار کرد. برادر شما هیچ وقت عضو گروه 24 نبود، عضو جوانان برای احیای تاجیکستان بود. بعد از 2 ماه حتی وقتی که تاجیکستان رفت برادر محمد صابر عبدالقهار راهبر جوانان برای احیای تاجیکستان بود. اون با محمد صابر تماس نگرفت، به یک نفری که عموما از این حرکت ها دور است و ضد حرکت های ما حرفا میزد، به همون تماس گرفت که برادر خب من میرم در حق من دعا کنید، مردم بگید که مرا تاجیکستان بودن. همینه. یعنی برادر شما در بازی افتاده بود، باور کرد، رفت زندان شد. نه تنها برادر شما، 2 نفر دیگر از همین مبارزا
خب یکیش همین آیت الله گیلاєв خودش شاهد است که من 3 بار گروندگیشم چرا زمان آیت الله گروندگیشم 3 بار تاجیکستان میرفت و آیت الله در من میبرد میگفت همین بچه بلیت گرفته است میرم من زنگش میزدم میگفتم بلیت بسپار با میگفت اماکم کی است کیم کی است میگم بیا کارات حل میکنم میگفتم باور نکن کسی همون اماکت میسپارن 2 نفر دیگه همین گونه فریب خوردن اماکای خودشون که در مقامات کار میکردن بردن به 17 سالی و 15 سالی برادرزادای خودشون زندانی کردن برادر خودم در قطار همینا فریب خورد زنده باشی برادر الماس تشکر زیاد برادر برای جواب هزار رحمت من خدا نگهدار سلامت باشی